مشکلش چی؟ اوکی، برو باید صحبت کن. باشه بذار ببینم چی کار میکن. مریم ببینم شما چطور شده باز؟ هیچی نشد. فقط من نمیدونم چجوری خر شدم اومدم زن این شدم. الان این وضعیت زندگیمه دیگه. من تو مشکل چیه؟ من مشکلم چیه؟ رفتم اینو خرید کنم اومدم میخواد منو بزنه. میخواد دست رو من بلند کنه. آخه من تو رو آدمت کردم، میخوای دست رو من بلند کنی؟ من آوردمت اینجا آدمت کردم. مریم این چه طرز حرف زدنه؟ تو چرا انقدر عوض شدی؟ من عوض شدم؟ ناصر رو دیدی؟ اون ناصر رو دیدی اخلاقش شاید تغییر کرده؟ اصلا همتون عوض شدین. بابا میذاری بدون اجازهش میری این برانور میخوای عصبانی هم نشه باید مهربون باشه؟ واسه یه نون خریدنم باید ازش اجازه بگیرم؟ این حرفا نیست مریم. میگی یه شب ماتکو گذاشتی بغل دست شوشو ملافه کشیدی که انگار تو اونجا گرفتی خوابیدی، بعدم گذاشتی از خونه رفتی بیرون صبح اومدی. تو باور میکنی؟ آره بایدم باور کنی. تو خواهر همونی. برو طرفشو بگی باور کن. اصلا گوش نکن من چی دارم میگم اصلا گوش نکن. چی میگی تو؟ یعنی دروغ میگه؟ اصلا میدونی چیه؟ ناصر دیوونه شده، توهمیه. همتون دیوونه شده. تا قبل از اینکه با تو ازدواج کنه دیوونه و توهمی نبود. تا قبل از اینکه تو بیای تو زندگیش اگه